السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خداوند قادر پاک در این روزهای بسیار مبارک و در این روز بسیار میمون و خجسته قلوب همه ما را با نور قرآن و طاعت و عبادت خودش مزین بفرماید. با توجه به اینکه در آستانه وفات دختر گرامی رسول معظم اسلام و همسر با وفای علی مرتضی و مادر حسن و حسین شهدای بزرگوار قرار داریم و از طرفی تبلیغات گسترده و وسیع رسانه ها در این ایام و مطرح نمودن مسئله شهادت و از طرف دیگر سوالات مکرر جوانان و پیچیدگی ها در اذهان بنده رو در این هفته مجبور به انصراف از ادامه بحث سوره حجرات نمود و به این که چند دقایقی رو پیرامون حل این مشکل تاریخی صحبتی بیان بشه. امیدواریم که خداوند عزوجل حلال المشکلات همه مشکلات جوامع اسلامی و بشری رو حل بفرماید. حضار معزز، ما معتقدیم که پیامبر خدا فقط یک دختر به نام فاطمه نداشتند، بلکه رسول خدا از مادر فاطمه 4 دختر داشتند که کوچکترین اونها فاطمه می باشد: زینب، ام کلثوم، رقیه و فاطمه. و از دیدگاه اهل سنت فقط فاطمه زهرا همچون نگینی در آسمان فرزندان پیامبر نمی درخشد، بلکه 2 دختر دیگر رسول خدا همه اینها قابل احترام، حائز اهمیت و از جایگاه ویژه و فوق‌العاده‌ای برخوردارند. و بحث و گفتگو در مورد زندگی نامه این بزرگواران به جای خودش محفوظه، اما از اون جایی که این روزها تبلیغات شهادت فاطمه است و متاسفانه مسائل جنجال برانگیز و بغرنجی در جامعه اسلامی ما مطرح است که باعث اختلاف و تشتت و کدورت و این مسائل میان فرق اسلامی گشته و این مسائل مطرح است که حضرت فاطمه توسط حضرت عمر به شهادت رسید و در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق در حق حضرت فاطمه اجحاف شد و تعدی شد و ظلم شد و این گونه مسائل. باید این مسائل باز بشه. به هر حال حضرت فاطمه زهرا آخرین دختر رسول خدا و محبوب ترین دختر آن حضرت در سال 5 سال قبل از بعثت رسول معظم اسلام، درست عیناً زمانی که خانه کعبه در دست تعمیر بود، قدم به عرصه ظهور گذاشت در خانه رسول معظم اسلام، اما پیامبر هنوز به بعثت و نبوت مبعوث نشدند. زندگی نامه این بزرگوار رو شما بارها شنیدید. از همون اوان کودکی با توجه به این که تحت حضانت و سرپرستی مستقیم رسول الله قرار داره، از جایگاه و محبت ویژه‌ای در نزد رسول معظم اسلام برخوردار میشه، به طوری که در اکثر غزوات پیامبر خدا هر زمانی که میخواستن به غزوه برن، حتی میتونم ادعا بکنم در همه غزوات، آخرین کار در خانهش و در مدینه منوره سر زدن به خانه حضرت فاطمه و زمانی که برمیگشت بعد از اینکه 2 رکعت تحیه مسجد را میخواند، اولین کارش ملاقات با حضرت فاطمه زهرا بود. حتی خود رسول خدا میفرماید که جبرائیل امین روزی پیش من نیامد، بلکه فرشته‌ای که قبلا هرگز نزد من نمی آمد پیشم آمد و گفت ای رسول خدا، من حامل پیامی از سوی رب العالمین هستم، با اون این که رب العالمین فاطمه دختر تو را سید و سردار زنان اهل جنت قرار داده است. لذا این تفاوت ویژه و خصوصیت خاص حضرت فاطمه زهراست. محبت اونقدر بالا میره که پیامبر خدا لقب ام ابیها، یعنی
مادر باباش به حضرت فاطمه زهرا لقب میدن. در مورد ازدواج ایشون پیامبر خدا تصمیم گیری نمی کنن. سران قریش، بسیاری از بزرگواران، کسانی که دارای حسب و نسب بودند، مسئله خواستگاری فاطمه زهرا رو با رسول خدا در میان میگذارن، اما رسول خدا به صراحت اعلان میکنن که تصمیم ازدواج فاطمه زهرا را فقط ذات رب العالمین باید بگیره. من محمد نمیتونم تصمیم بگیرم. هر زمان که خدا صلاح بدونه و با هر کس که صلاح بدونه حضرت فاطمه رو تزویج خواهد کرد. تا اینکه روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حضرت عمر فاروق و سعد ابن معاذ طی جلسه با همدیگر نشستن و بحث از ازدواج حضرت فاطمه زهرا در آمد. حضرت ابوبکر صدیق فرمود ای اصحاب من، ای دوستان من، بسیاری رفتن و از حضرت فاطمه خواستگاری کردن، پیامبر خدا جواب داده، اما تا به حال حضرت علی مرتضی از فاطمه خواستگاری نکرده و فکر میکنم سوژه مناسبی هست برای دامادی رسول خدا. برید نزد حضرت علی کرم الله وجهه و ازش بخواهید که شما چرا برای خواستگاری حضرت فاطمه اقدام نمی کنید. جرقه و استارت ازدواج فاطمه و علی رو به اعتبار کتب موثق تاریخی شیعه و سنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق و حضرت سعد ابن معاذ و حضرت عثمان ذوالنورین، این 4 صحابی بزرگ رسول خدا استارت و جرقه اونها را به حرکت در می آورد. ملا باقر مجلسی در کتاب جلاء العیون صفحه 104 فصل 5 باب تزویج امیرالمؤمنین و فاطمه، چاپخانه آریان، سال 1382 این گونه می نویسد که حضرت ابوبکر و عمر پس از این راهزنی مستقیما به خانه علی مرتضی میرن تا اینکه پیشنهاد ازدواج با فاطمه را به علی بدن. متاسفانه علی مرتضی رو در خانه نمیابند و متوجه میشن که از اون جایی که وضعیت اقتصادی بسیار نابسامانی داشتن، حضرت علی مرتضی با شترشان مشغول کرایه کشی و آب کشی در میان باغ یکی از انصار بود. مستقیما سراغ باغ رو گرفتن، اونجا رفتن دیدن که علی مرتضی داره با اجرت و پول آب میکشه برای یکی از انصار. اونقدر در وضعیت معیشتی بسیار بغرنجی قرار داشتن. لذا به صراحت اونجا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوال میکنه که ای علی مرتضی، شما چرا از فاطمه زهرا خواستگاری نمیکنید؟ آیا نمیخواد داماد رسول الله بشید؟ به مجرد اینکه این کلام از زبان این دو بزرگوار ابوبکر و عمر درآمد، اشکان حضرت علی مرتضی سرازیر شد. گفت شما اون غمی که در سینه من سالها پنهان بود اون را به هیجان درآوردید. کی نمیخواد که داماد رسول الله بشه؟ کی نمیخواد که فاطمه زهرا گل سرسبد زنان بهشت، دختر اطهر رسول الله در خانه و زن و همسر او نباشه؟ ای ابوبکر و عمر، چرا قلب غمگین منو آشفته و به هیجان انداختید؟ من خاک پای فاطمه و رسول الله، اما چه کنم که از تنگ دستی و فقر معیشتم راهی ندارم، پول ندارم، هیچ ساماری در بساط ندارم، چگونه برم در محضر رسول الله بگم به خواستگاری دخترت آمدم؟ چطور؟ گفت ای علی مرتضی، اشکاتو پاک کن که این مشکلی نیست، شما برو، خدا با توست، ما قطعا تو را کمک خواهیم کرد. لذا اونجاست که علی مرتضی در جا حرکت کرد و آمد لباس کفش پوشید و روانه خانه رسول الله جهت خواستگاری شد. عرض کردم این موضوع را کتب اهل سنت نیاورده. ملا باقر مجلسی یکی از علمای بزرگ شیعه در کتاب جلاء العیون صفحه 104 فصل 5 باب تزویج امیرالمؤمنین و فاطمه، چاپخانه آریان، سال 1362 این کتاب رو چاپ کرد. بردن اونجا در محضر رسول الله. پیامبر خدا با مجرد اینکه چهره علی رو دید گفت ای علی چرا آمدی؟ گفت یا رسول الله نمیتونم بگم. گفت راحت باش. گفت آمدم از دختر شما فاطمه زهرا خواستگاری بکنم. 2 مرتبه حضرت علی گریه شد. رسول خدا فرمود خوش آمدی، اما در مورد فاطمه من نمیتونم تصمیم بگیرم، باید خودش تصمیم بگیره. گوش بدید، کسانی که قائل به اینن که دختران هیچ حق ارتباط خدمت و تصمیم گیری رو در ازدواج ندارن بشنون که رسول خدا
دختر کوچکش حضرت فاطمه را وقتی میخواد به عقد حضرت علی با توجه به اینکه مقام شامخ و بالای علی رو در عرصه ایمان و تقوا رسول خدا میشناسد و هیچ تردیدی ندارد که هیچ دامادی بهتر، برتر، عظیمتر از علی مرتضی براش گیر نمیاد، بلا فاصله تصمیم نمیگیره، بلکه تصمیم نهایی رو به عهده دخترش حضرت فاطمه میذاره و میاد در محضر حضرت فاطمه رضی الله عنها و بحث خواستگاری علی رو مطرح میکنه. حضرت فاطمه ساکت میشن چون دختر بود، خجالت میکشید. پیامبر خدا فرمود الله اکبر، خدا بزرگ است، سکوت علامت رضاست. آمد و به حضرت علی فرمود ای علی برو و مقداری جهیزیه برات خریداری بکن و بیا مراسم عقد شما را بگیرم. نگفت علی برو ساز و دهل و ارگ بیار. حضرت علی فرمود یا رسول الله من هیچ آه در بساط ندارم. گفت زره جنگی که در فلان غزوه به عنوان مال غنیمت بدرسید کجاست؟ گفت اونو دارم. گفت برو بفروش. آمد در بازار که اینو بفروشه. گوش بدید اینجا کی جلوش میخوره؟ حضرت عثمان ذوالنورین صحابی دیگر. ای علی کجا داری میری؟ من میخوام زرهمو بفروشم تا اینکه با فاطمه ازدواج بکنم. گفت زره تو چند میفروشی؟ گفت 400 تومن. گفت این 400 دینار یا درهم؟ گفت این 480 مال تو. 480 دینار یا درهم زرهش خرید. گفت ای علی زره رو تو بیشتر نیاز داری یا من؟ گفت که من. گفت این پول زره مال تو و این زره هم بگیر مال خودت باشه. سبحان الله. این محبت، این عشق، این رأفت، این مودت ترجمه دیگری نمیشه برای این قضیه پیدا کرد. و مستقیما حضرت علی میاد پیش رسول معظم اسلام این قضیه رو مطرح میکنه که بله عثمان ذوالنورین هم زرهمو خرید هم پولشو به امداد. این رو هم من سنی نمیگم با تعصب. یکی دیگر از علمای شیعه کشف الغمه جلد 1 صفحه 473 انتشارات حاج محمد باقر سال 1381 این یک. دوم مناقب خوارزمی فصل 20 صفحه 352 252 و 253 این دو کتاب و بهارالانوار ملا باقر مجلسی در جلد 43 صفحه 130 و بسیار دیگر از کتب ارتشی اینها رو مطرح کردن. اینها یه وقت دروغ نیست، کسی از پشت منبر نمیتونه دروغ بگه. اینها کتب موثق اهل تشیع محبت بین این بزرگواران رو که حضرت عثمان زره رو میخره و سپس هم زره و هم پول زره رو به حضرت علی و مرتضی میده که برو راحت ازدواج بکن و عروسی خودتو بگی. و باز پیامبر خدا که پول به دستش میاد چه کار میکنه؟ این پول رو به علی میده نه، صدا میکنه دو نفر از اصحاب را بلال بلند شو بیا. چی یا رسول الله؟ با این پول برو و عطر و ادکلون و خوشبویی تهیه و تدارک ببین برای ازدواج این دو بزرگوار. و ای ابو بکر صدیق تو هم بیا به این پولها را بگیر و برو و برای این بزرگواران جهیزیه و اساس منزل رو خریداری کن. سبحان الله. پیامبر خدا چه کسی رو برای تدارک جهیزیه انتخاب میکنه و پول علی رو به دستش میده؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و این رو باز هم کتب اهل تشیع کتاب الامالی لشیخ ابو جعفر طوسی از امام صادق روایت میکنه جلد 1 صفحه 39 و بهارالانوار ملا باقر مجلسی جزء 43 صفحه 93 چاپ دار احیاء التراث بیروت. این همه روایات به چی دلالت میکنه؟ انسان کلاه خودشو قاضی بذاره. از کنار وقایع تاریخی به این صورت نباید رد شد. مطرح کردن این مسائل جز از هم پاشیدن شیرازه وحدت اسلام و مسلمانان معنی دیگری نداره. اینها همه بیانگر محبت و اعتماد و مودت این بزرگواران به یکدیگر بودن که حاضر بودن، وگرنه اگر ابوبکر با علی مشکل می داشت مگر مرض داشت بره اونجا فاطمه رو براش خواستگاری بکنه و یا اونجا بره پیشنهاد ازدواج رو بده؟ پس دوست داره علی رو، خوشبختی علی رو میخواد. و باز پیامبر چطور پول رو میده به حضرت ابوبکر برو خریداری بکن. و باز حضرت عثمان چگونه محبت میکنه و در آستانه برگزاری چنین مراسمی بزرگترین بخشش و بعد و احسان رو در طول تاریخ به علی مرتضی میکنه. کاری نداریم. این ازدواج به نقش محوری و فوق العاده چشمگیر حضرت ابوبکر و عمر صورت میگیره، ازدواج میمون مبارک، و نتیجه این ازدواج 5 تا فرزند میشه: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم و زینب. 5 تا فرزند که محسن در سنین کودکی از دنیا رفتن، 4 تای دیگر باقی ماند. حسن و حسین که جایگاهشون مشخصه،
و بعد ام کلثوم یکی دیگر از دختران حضرت علی و فاطمه است که در کتب برادران اهل تشیع این قضیه هم آمده که بسیاری از علمای شیعه و سنی این واقعیت رو اذعان کردند که حضرت علی دخترشان ام کلثوم که از فاطمه هم بود به ازدواج حضرت عمر بن خطاب درآورد. بشنوید مورخ مشهور شیعی احمد ابن ابی یعقوب در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 35 می نویسد عمر ابن خطاب از علی مرتضی ام کلثوم را خواستگاری کرد. حضرت علی مرتضی فرمود ای عمر، ای محبوب من، مگر نمیدانی که ام کلثوم کوچکه و هنوز به سن تکلیف نرسیده؟ گفت ای علی مرتضی، من عجله‌ای ندارم و من قصد دیگری هم ندارم، ولی این حدیث رسول الله که کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامه الا سببی و سحری، هر نسب و حسبی، هر رشته خویشاوندی در روز قیامت قطع خواهد شد مگر اون کسی که رشته خویشاوندیش با من محمد رسول الله پیوند بخوره. من دیگر قصدی ندارم، بلکه من عمر بن خطابم میخواهم تا روز قیامت در صحرای محشر هنگامی که صدا در میدهد اهل بیت و دامادهای رسول الله کجایند، خاندان رسول الله کجایند، عمر بن خطاب هم کنار رسول الله و جزء خاندان عمر. من میخوام جزء خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشم. و حضرت علی بدون هیچ گونه چون و چرایی دخترشان ام کلثوم را، لخت جگرشان را برمیدارن به عمر ابن خطاب میدن و اون را به عنوان داماد خودش برمیگزینن. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 35. بشنوید صحبتی دیگر را که از امام جعفر صادق سلیمان ابن خالد میفرماید. من پرسیدم که زنی که شوهرش بمیره این زن باید کجا عدت بگذرونه؟ شما میدونید که در تواریخ آمده و فقه ما داریم که زن تو خانه ای که میمیره شوهرش اونجا باید عدت بگذرونه. نظریه امام جعفر صادق این بود که فرمود حیث و شاهد، هر جا که خواست. گفت چطور؟ گفت هنگامی که امام جعفر صادق ها مؤسس و بنیانگذار فقه جعفری میفرماید زمانی که حضرت عمر به شهادت رسید همسرش ام کلثوم را علی مرتضی باباش آمد دستشو از خانه گرفت و ام کلثوم زن عمر را چون که عمر شهید شده بود برد به خانه خودش. حالا علامه یعقوب کلینی در صحیح کافی، یکی از بزرگترین کتب صحیح الشیوع، جلد 3 صفحه 121 چاپ الدار الاسلامیه سال 1401 این روایت را آورده که حضرت علی مرتضی آمد دخترش ام کلثوم را از خانه عمر برد بعد از شهادت عمر. دوم شیخ محمد بن حسن حر عاملی در وسائل شیعه جلد 5 صفحه 457 این دو. 3 شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب الاستبصار جلد 3 صفحه 352. فروع کافی جلد 5 صفحه 346 کتاب النکاح دارالکتب الاسلامیه. و 5 شیخ محمد نجفی در جواهر الکلام جلد 32 صفحه 279 تا 280 تأیید میکنن قول جعفر صادق رو که حضرت ام کلثوم زن عمر بن خطاب بود. روایت دیگر رو بشنوید. در زمانی که حضرت عمر زمام خلافت رو به دست داشت و ام کلثوم زنش بود، حضرت عمر پیک رو فرستاد به جانب روم، پادشاه روم. حضرت ام کلثوم یک مقدار دینار داشت، پول داشت، اینا رفت تا شیشه عطر خرید و هدیه فرستاد به زن پادشاه روم که اون رو به طرف اسلام متوجه بکنه. زن پادشاه روم به جای 2 شیشه عطر این 2 شیشه را پر از جواهرات کرد و فرستاد برای ام کلثوم زن عمر بن خطاب خلیفه مسلمانان. اتفاقا زمانی که این قاصد آمد عمر بن خطاب داخل خانه نبود. ام کلثوم این جواهرات را داخل دامانش ریخته بود، داشت میشمرد که عمر بن خطاب وارد شد. گفت اینها رو چه کسی فرستاده؟ گفت اینها رو زن پادشاه روم فرستاده. گفت میخواد چیکار کنی؟ گفت اینا مال منه. گفت نه خیر، سبحان الله، قربان عدالت دارم، نه خیر، اینها مال بیت المال مسلمانه، من و تو مسلمانان حق نیست بین برای من و تو که از اینها استفاده شخصی بکنیم. گفت ای عمر، ای امیرالمومنین، اینها عوض هدیه منه، من عطر دادم اون جواهرات داد. حضرت عمر دید که ام کلثوم قانع نمیشه، گفت قضاوت بین من و تو به بابات علی پدرت بین من و تو قضاوت بکنه. حضرت علی کرم الله وجهه آمد قضاوت کرد، گفت ام کلثوم دخترم اندازه پولی که عطر خریدی از جواهرات بردار و بقیه حق با عمر، بقیه باید به بیت المال مسلمانان ریخته بشه. این روایت رو هم سنیان نیاوردن، بلکه شرح نهج البلاغه مال ابن ابی الحدید جلد 19 صفحه 315.
که تأیید میکنه ازدواج این دو بزرگوار را که با همدیگر ازدواج کردن. بنابراین اینها فرزندان حضرت فاطمه زهرا بودند و محسن در سن کودکی از دنیا رفتند و خود فاطمه زهرا تا زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم همواره مورد عطوفت و مودت رسول خدا و همواره از ویژگی بسیار خاصی برخوردار بود، تا اینکه متاسفانه روزهای رحلت رسول خدا نزدیک شد و داغ و غم هجران رسول خدا اونقدر که بر دوش حضرت فاطمه زهرا سنگینی میکرد بر هیچ کس سنگینی نکرد. حتی حضرت عایشه میفرماید هنگامی که رسول خدا غش میکردن، بیهوش میشدن، بلافاصله حضرت فاطمه جیغ میکشیدن و غش میکردن و حتی بعد از اینکه رسول الله را دفن کردن داخل خاک گذاشتن، حضرت فاطمه زهرا خود رجتان گفت آی صحابه چطور دلتون میاد روی جسد رسول الله خاک بپاشید؟ چطور میاد جسد اطهر رسول الله را بگیرید زیر خاک بکنید؟ شما رو به خدا نه. چطور بابامو رحمت للعالمین رو چراغ نبوت رو میگیرید زیر خاک ها دفن میکنید؟ اینقدر محبت و مودت داشت حضرت فاطمه زهرا. هنگام وفات رسول الله پیامبر خدا گفت بیا فاطمه پیشم. آمد یه چیزی گفت، فاطمه گریه کرد. دو مرتبه گفت فاطمه بیا جلو. دو مرتبه در گوشی چیزی گفت، حضرت فاطمه خندید. عایشه بعدها ازش سوال کرد که پیامبر چی گفت؟ گفت پیامبر خدا فرموده یا ای فاطمه من محمد بابات دارم دار دنیا رو الوداع میگم، من دارم باید خداحافظی میکنم که ناگهان جیغی از وجودم در آمد که بابا چطور فاطمه رو یتیم میکنی؟ چطور فاطمه رو بی پدر میذاری؟ فاطمه به جای خود امت خودت را چگونه به عزایت مینشانی؟ فاطمه گریه کردم. بلافاصله گفت ای فاطمه بیا. گفتم چیه بابا جان؟ گفت اینو بدون وقتی که من بمیرم اولین کسی که از اهل بیتم میاد تو بهشت و من منتظرم توی فاطمه زهرا. دیگه من دو مرتبه به خنده شدم که خدا را شکر که داغ هجران پیامبر خدا زیاد طول نمیکشه، پیشینگی پیامبر خدا اتفاق میفته و نخستین کسی که از خانواده رسول الله و پیامبر خدا میپیوندد حضرت فاطمه زهرا که 6 ماه بعد از وفات پیامبر خدا این بزرگوار هم در سال 11 هجری روز سه‌شنبه در عرض شود خدمت 3 رمضان در خانه خودشون دار فانی رو وداع گفتن و به جوار رحمتهای رب العالمین شتافتن. صلوات گرامی عنایت بفرمایید. به هر حال این بود گزیده از زندگی این بزرگواران، اما قضیه شهادت و مشکلاتی که بعداً پیش آمد. سروران عزیز، با توجه به مطالبی که عرض کردم، نقش محوری ابوبکر و عمر در ازدواج علی و فاطمه، مسئله دوم خریداری جهیزیه فاطمه و علی توسط ابوبکر، عثمان ذوالنورین و هدیه‌اش، ازدواج حضرت عمر با دختر علی و فاطمه. به نظر من دیگه جایی و مجالی برای باز کردن بحث شهادت باقی نمونده. چرا؟ چون خود این واقعیات تاریخی مسئله رو باز کرد که بین اینها محبت بوده و قائل شدن به عداوت، دشمنی بین این بزرگواران غیر از کذب و افترا در طبق عقیده اهل سنت چیزی دیگر نیست. اما باز هم خدمت شما سروران عرض میکنم به چند دلیل ما قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا رو تکذیب میکنیم علمای اهل سنت. به 6 دلیل. دلیل اول، تعداد بسیار زیادی از علمای شیعه این مسئله شهادت را خودشون هم قبول ندارن، چنانکه در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 34 سال چاپ 1404 هجری قمری نوشته شده اما آنچه در مورد حمله به خانه فاطمه زهرا ذکر شده است این که حضرت فاطمه را به شهادت رساندن، محسن را سقط جنین کرد، حضرت علی را کشتن، هیچ کدوم از اینها مورد استناد وثوق نیست و اعتبار خاصی هم نداره غیر از اینکه خبر واحدی است ذکر شده و کذب است و دروغ. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 60 می نویسد فاما الامور الشنیعه المستهجنه التي تذكرها الشیعه، اما این اموری که اهل تشیع مطرح میکنن که حضرت عمر قنفذ غلامش رو فرستاد رفت اونجا به خانه فاطمه گفت فاطمه و علی بیاید بیرون وگرنه شما رو به آتش میکشم. اونها بیرون نیامدن، حضرت فاطمه را بین در قرار داد و پهلوی فاطمه را شکست
و حضرت علی را تناب به گردنش انداخت. کله لا اصل له عند اصحابنا، هیچ یک از این گونه مسائل نزد اصحاب ما اصل و اساسی ندارند. ولا یثبتو احد منهم، هیچ یک از اونها ثابت نکردند و روات حدیث هم در احادیث خودشان این مسائل رو نیاوردند. بنابراین با توجه به این که بزرگواران اهل تشیع این مسئله رو مطرح کردن، یک مسئله دوم که ما قائلیم به این که شهادت کذبه، اینه که شجاعت حضرت علی رو ما در تاریخ خوندیم. اون علیی که در خیبر را مردانه کرد، اون علیی که یکی از قهرمانان و ابطال مشرکین مکه به نام عمرو بن عبدود را تک و تنها به زانو نشاند و شمشیر اسلام را بر گردن او سوار کرد. اون علیی که در غزوه بدر، نخستین غزوه و کارآزمایی میان حق و باطل، شمشیر خودش را بر گردن یکی از بزرگترین شمشیر بازان قریش سوار کرد. اون شجاعت، اون شهامت، اون فتوت، اون غیرت، اون مردانگی تغایر و تضاد داره با شهادت زن حضرت علی کرم الله وجهه. امروز اگر کسی به زن ما کوچکترین اهانت بکنه، ما که 1000 شجاعت علی در وجود ما نیست، به خدا قسم راحت نمی نشینیم. چطور علی مرتضی بیان زنشو بزنن، دختر رسول الله را بکشن، بچهش 3 جنین بشه و بعد خودش بردارن تناب رو به گردنش بندازن، بعد بقیه هور و واقعی را پشت سرش بخوانن؟ این کجا صدق میکنه با شخصیت علی؟ این دو. دلیل سوم شجاعت حسن و حسین را خوندیم. اون حسینی که در مقابل یزید ظالم دوران هرگز از پای ننشست و حکومت ظلم و استبداد را قبول نکرد. بالله قسم اون علی اون حسین بسیار بزرگوار اگر میدید و متوجه میشد که عمر بن خطاب کوچکترین ظلمی به خاندان اطرت و اهل بیت رسول الله روا داشت، من سنی معتقدم اون حسین عمر را تکه تکه و پاره پاره میکرد. 4 جمع کثیری از اصحاب رسول الله، پروانگان رسول الله، کسانی که محبت و عشق اونها با اهل بیت رسول الله اینقدر پیوند خورده و ناگسستنی شده، چطور اون صحابه میاد واقعه ظلم عمر را بر فاطمه و خاندان رسول الله را تماشا میکنن، تماشاچی قرار میگیرن و راحت میبینن که به ساحت مقدس اهل بیت رسول الله این گونه ظلم و اجحاف میشه. همه صحابه رسول الله بنشینن به این ظلم دوران و اجحاف رو تماشا بکنن. اون صحابه ای که حتی مشرکین مکه میخواست به مدینه منوره بیاد، صحابه میگفتن یا رسول الله برو جلو که به خدا قسم اگر درون دریا بری، درون اعماق چاه بری، به بلندترین و شامخترین قله بری، ما اصحاب رسول الله پشت سر تو خواهیم آمد و خودمان را فدای دین تو و فدای آیین تو و فدای مذهب تو و فدای پاسداری و حراست از دین رسول الله خواهیم کرد. اون صحابه کجا بودند؟ اون صحابه آیا غیرتشون رفت؟ آیا با رفتن رسول الله غیرت صحابه رفت که ببینن به خاندان رسول الله این گونه ظلم و اجحاف بشه و همه صحابه بنشینن راحت؟ به خدا قسم من معتقدم اون صحابه ای که ما در قرآن سیمای اونها را خواندیم، غیرت اونها را، شجاعت اونها را، به خدا قسم اگر چنین واقعیتی صورت میگرفت اصحاب رسول الله هرگز راحت نمی نشستن. و 5مین دلیل اون علی که ما میشناسیم، اگر واقعا چنین قضیه‌ای صورت میگرفت چگونه اون علی میاد دختر همون فاطمه را برمیداره به حضرت عمر به قاتل زنش میده؟ کدوم عقل میتونه اینو قبول بکنه که دختر همون زن رو برداره به قاتل زنش بده؟ یکی که خودش مشخصه، اون باغی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان مساکین اون رو تقسیم کرد تا زمان حیاتشان، وقتی که پیامبر خدا وفات کرد اتفاقا آمدن، عباس و علی آمد، فاطمه آمد پیش ابوبکر که ای خلیفه مسلمین چرا باغ فدک که مال رسول الله بود به ما نمیدی؟ گفت یا فاطمه من قربان اهل بیت رسول الله میشم، چگونه من بیام مال شما رو بگیرم؟ خیر من خودم از این مال استفاده نمی کنم، ولی به خدا قسم اون جایی که رسول الله مصرف کردن من همونجا مصرف خواهم کرد. حتی فاطمه قسمش داد تو رو خدا همونطوری که رسول الله استفاده کرد استفاده میکنه. گفت به خدا قسم تا زمانی که زنده باشم این باغ در میان مسلمانان تقسیم خواهد شد و شما اهل بیت هم از این باغ استفاده خواهید کرد. عمر همین کار رو کرد، عثمان همین کار رو کرد. اگر عمر و ابوبکر اینا قصد کرده بود چرا زمانی که حضرت علی خودش خلیفه شد این باغ رو برای خودش برنداشت؟ بله این باغ فدک چرا به حسن و حسین نداد؟
اینا فرزنداش بودن، میراث خونان فاطمه بودن، در حالی که همه روی قضیه اعتقاد نظر دارن که به زمانی که حضرت علی هم به خلیفه رسید این باغ رو همون طوری که حضرت ابوبکر در مصارف مسلمین قرار داده بود به همون رویه استفاده شد. بنابراین شش دلیل سروران عزیز، ما قضیه شهادت حضرت فاطمه را قضیه کذب میدانیم و به نظر من هم نقل چنین روایاتی رو در چنین بره از زمان به نظر بنده فقط آب به آسیاب ریختن، به آسیاب دشمن ریختن هست، توجیه دیگر نداره. بیاییم به عنوان یک سنی دلسوز که واقعا دلسوز نظام جمهوری اسلامی و دلسوز ملت و میهن و ایران اسلامی هم این وصیت رو به مسئولان و به شما مردم همیشه در صحنه میکنم که در جهان معاصر همونطور که عرض کردم با توجه به عرض شود خدمت شما حضور نیروهای جهان غرب در کنار مرزهای ما که همواره در پی تلاشن تا اینکه به گونه‌های مختلف شیرازه وحدت مسلمانان رو از هم بپاشند و پایگاه‌های نظامی زدن، ما امروز بیش از پیش نیاز به وحدت، همگرایی و وثوق ملی و مذهبی داریم. بنابراین واقعا جای تأسف است که تعدادی با بیان کردن مطالب اختلاف انگیز و احساسی قلوب اهل سنت که بخش عظیمی از پیکره ایران اسلامی هستند رو جریحه دار میکنند. به نظر من مسلمین امروزی به استناد آیه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم که این مسلمان ها گروهی بودن هر کاری کردن برای خودشون کردن و لکم ما کسبتم، شما مواظب اعمال خودتون باشید. آیه قرآن میگه ولا تسالون ولا تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا یعملون. طبق این آیه که شما از اونها سوال نمیشید هر کاری که اونها کردن این مسائل رو بگذارن و بیان خودشون رو تطبیق بدن به آیه والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، که این دعا رو بخوانن که پروردگارا کسانی که قبلا از ما گذشتن اونها رو ببخش، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، از اونها کینه و عداوت رو در قلب ما جای نده. به این آیه خودشون رو تطبیق بدن. ولی متاسفانه، باز هم متاسفانه، این اختلافات به حدی وسیع و گسترده شده است که امروز و آب به حدی گلالود شده است که بسیاری از افراد سودجو که نه از نظام آب میخورن و نه از مسئولین با پخش و نشر و چاپ شبنامه‌های موهن به خلفای راشدین و به ویژه ابوبکر و عمر و پخش اونها در میان خانه‌های اهل سنت میخواهند قلوب این مسلمانان را جریحه دار بکنند و اختلاف بسیار بزرگی را از این رهگذر بین شیعه و سنی بیاندازند. بنده ضمن محکوم کردن این واقعیات من به مسئولین جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو توصیه میکنم که ما مسلمانان، واقعا مسلمانان اهل سنت بسیار خویشتنداری نشان دادیم. ما در روزهای اخیر شاهد پخش شبنامه‌هایی در میان خانه‌ها بودیم که اگر من الان اینجا بگم هر سنی که اینجا حضور داشته باشه، اگر ما توصیه نکنیم که شما احساساتتون رو نگه دارید، واقعا اینجا یک آشورای دیگر به راه خواهد افتاد. ببینید اینها اون شبنامه‌هایی است که درون خانه‌ها پخش می‌شود. آقا می‌نویسه هر کس این درود را بخواند، هر کس این صلوات را بخواند، هر کس هر مشکلی داشته باشه مشکلش حل خواهد شد و ختم 310 بار این لعنت همه مشکلات اونها را حل خواهد کرد. چه نوشته؟ نعوذ بالله نعوذ بالله، لعنت بر خود این نویسنده. اللهم لعن عمر بن الخطاب ثم ابابکر و عمر ثم عثمان، عمر ثم عمر ثم عمر، اللهم لعنهم نعوذ بالله من ذلك. بیاد لعنت به اصحاب رسول الله، به اون کسانی که ما اگر امروز زنده ایم از بو و نفس اونها زنده ایم، و بعد بیاد اینجا بارگاه ملکوتی ابولولو، فیروز ابولولو مطرح بکنن و لعنت بکنه به اصحاب رسول الله، کسانی که قرآن عظیم و شأنها رو بیان میکنه که اینها بزرگوارانند، اینها صحابه هستند، اصحابی کالنجوم رسول الله میگه، صحابه من مانند ستارگانه. اینها رو میان پخش میکنن در میان خانه های اهل سنت تا بیان از این رهگذر بین شیعه و سنی اختلاف، تفرق و تشتت ایجاد بکنه. اما اهل سنت همواره از خودشان خویشتنداری نشان دادن و خواهند داد، چون که میدانن اینها افرادی هستند که مال نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند، به والله قسم شیعه هم نیستند، سنی هم نیستند، بلکه افرادی سودجویی هستند تا میخوان بین صفوف مستحکم شیعه و سنی اختلاف ایجاد بکنند. سروران عزیز، من به نویسنده این آقا میگم
که اگر تو لعنت به ابوبکر و عمر کردی یا بگویی کردی، اما من طبق حدیث رسول الله لعنت به تو میفرستم، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرستادن فرمودن که اصحاب من رو فحش ندید، که هر کس به اصحاب من فحش بده لعنت خدا، لعنت فرشتگان خدا و لعنت من محمد تا قیامت نصیب اونها باد. از این افراد این نماز فرضشون قبول میشه و نماز نفلشان و حدیث رسول الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. از خدا بترسید در مورد اصحاب من، از خدا بترسید در مورد اصحاب من و اونها رو آماج حملات قرار ندید، طعنه نزنید، عیب نگیرید، اهانت نکنید. فمن احبهم فبحبی احبهم. هر کس اصحاب من را دوست داشته باشد گویا من محمد را دوست داره، و من ابغضهم فببغضی ابغضهم. هر کس با اصحاب من بغض و عداوت داشته باشه اون با من محمد رسول الله بغض و عداوت و دشمنی داره.